یک بار دیگر در یک محفل فرهنگی دیگر در جمع بزرگان هستیم. قبل از همه تبریک عرض میکنم خدمت جناب قاضی صاحب و سپاسگزار هستیم که ایشان به ادامه فعالیت‌های فرهنگیشان و پژوهش‌هایشان امروز هدیه دیگری برای ما آوردند. کتاب نوای خودی امروز رونمایی میشه و سر از امروز در دسترس ما و باقی خوانندگان قرار میگیرن. این توفیق برشان تبریک میگیم و از خداوند توفیقات روزافزون برشان خواهد. این کتاب را در حدود 2-3 هفته پیش من دریافت کردم و بعد از اینکه صفحات کتاب را دیدم و عناوین کتاب را علاقمند شدم کتاب را بخوانم، کامل بخوانم و با دقت بخوانم و از مطالعه کتاب هم لذت بردم هم فراوان آموختم. و خوشحال میشم که در این جمع دانشور و فریخته پاره از دریافت‌های خود از کتاب با شما شریک بسازم. خب قبل از اینکه به کتاب بپردازیم یکی دو نکته را بخوایم یادآوری بکنم. نکته اولی است که اونچه که من عرض میکنم یک مرور شتاب زده از کتاب است و دیدگاه ها و برداشت های یک خواننده کتاب. بنابراین جا داره که کتاب در آینده نقد بیشتر شود و تحلیل بیشتر شود و بهتر معرفی شود که امیدوار هستیم توسط اهل فن این کار صورت بگیرد. نکته دیگری که میخوایم عرض بکنم به ارتباط این است که من کوشش کردم در نگاهی که به کتاب داشتیم تا حدی از رویکرد سنتی که ما معمولا داریم فاصله بگیرم. یعنی یک ذهنیت عمومی هست که وقتی ما یک پدیده فرهنگی میخوایم دوبارش قضاوت بکنیم یا یک کتاب را بررسی بکنیم کوشش میشه که یک چند مورد نکات مثبت در کتاب پیدا کنیم و او را در لیست محاسن از همون کتاب بیاریم و باز چند نکته منفی را پیدا کنیم و او را در لیست کاستی های کتاب و نام تمام و سلام. اما ما شما میفهمیم که در یک اثر هنری مواردی هست، ویژگی‌هایی هست که ممکن است نظر به متغیرهای مختلف خواننده یا زمان یا مکان ممکن است که همون مطلب یا همون مورد پسند گروهی باشه برای گروه دیگه مورد پسند نباشه یا یک مطلبی برای یک تعداد مفید باشه برای تعداد دیگه مفید نباشه. بنابراین ساده کردن کار راه حل نیست. خب با این توضیح میریم سراغ کتاب. البته به نظر به محدودیت وقت بازم ممکن است که چند ویژگی کتاب بتونیم با هم مرور بکنیم. ویژگی نخستی که به نظر من خیلی مهم هست انتخاب درست و دقیق موضوع است. چون می‌دانیم که خود یا خودی یا نفس و یا تعبیر دیگه‌ای که از خود شده در فلسفه و عرفان ما گاهی روح اطلاق شده برای مفهوم، گاهی هم جان و یا حتی عقل و شعور و مسائلی که مرتبط هست با این مفهوم مثل ماهیت نفس یا رابطه روح جسم، تقدم و تأخر اینا بر یکدیگر، مسئله مقامات نفس جز مسائل اساسی فلسفه و عرفان ما شما هست. اقبال لاهوری این مفهوم خودی را به عنوان اساس دیدگاه خود میپذیرد و در حقیقت این مفهوم یا خودی جهانبینی فلسفی اقبال لاهوری را میسازد. و بنابراین وقتی ما این بحث را اگر درک بکنیم و
مفهوم خودی و بحث‌های جانبی که هست درک بکنیم، هم در حقیقت کلید اقبال شناسی را به دست آوردیم و هم این کمک میکنه ما را که مسائل مختلفی که در فلسفه ما و عرفان ما مطرح است اونا را بهتر درک بکنیم. ویژگی دومی که در کتاب هست انعکاس نظرات و دیدگاه‌های برخی از دانشمندان است که اونا در پیوند با مفهوم خودی مطالبی داشتند و به خصوص از مولانا جلال الدین محمد بلخی که البته به یمن پژوهش‌های قبلی نویسنده و آشناییشان با آثار مولانا در کتاب گنجانده شده و این عمل حائز دو اهمیت است. اول اینکه نویسنده با این کار خود ما را کمک میکنه تا نظرات مختلفی که در پیوند با قاعده مفهوم خودی هست اینا را مقایسه بکنیم، مطالعه مقایسوی زمینش فراهم شود و دوما نظرات مولانا تاثیر مستقیم داشته بر افکار اقبال و دیدگاه‌های اقبال چنان تنیده است با آموزهای مولانا که درک نظرات اقبال مستقل از تحلیل مولانا تقریبا مشکل است برای ما. بنابراین خیلی بجای است که دیدگاه‌های این دو بزرگوار در کنار هم مطالعه شود. راجع به اینکه چقدر اثر پذیرفته اقبال از مولانا و رابطه مولانا و اقبال چگونه بوده، خود اقبال بار بار در مثنوی در دیوانهای خود اشاره میکنه و اشعار زیادی هست که اثرپذیری خود از مولانا اظهار کرده و در مثنوی جاویدنامه باز یک داستانی روایت کرده که این رابطه را بسیار خوب تمثیل میکنه. در جاویدنامه اقبال از یک سفر تخیلی فرد میکنه که اقبال و معیت مولانا سفر دارند به عالم کواکب و به عالم آخرت و در این سفر مولانا دلیل راه هست، راهنمای کل، و اقبال که در این داستان زنده‌رود نامیده میشه در منازل مختلفی که اینا دارن ملاقات‌های صورت میگیره با دانشمندان و اقبال سوالات خود را مطرح میکنه و جوابای لازم از دانشمندان مختلف دریافت میکنه. خب اقبال با روایت داستان تخیلی میخواهد بیان کنه که مولانا سرچشمه معارف است و او منبع الهام برای عارفان و سالکان است. سرچشمه است که از او هزاران رود جاری است و اقبال یکی از این رودهاست، رودی که زنده است و جاری. البته باید داشته باشیم که اقبال هم یک دریافت‌کننده ساده تعالیم مولانا نیست. اقبال وقتی که نظریه خودی را مطرح میکنه در سالهای تقریبا 19-11 در این وقت اقبال تحصیلات عالی خود در هند تمام کرده، از غرب از دانشگاه مونیخ دکترای فلسفه داره و دانش آموخته لندن هست، آشنایی خوب داره با چالش ها و فرصت های عصر خود. بنابراین وقتی که در این مرحله آثار مولانا را باش مواجه میشه و تعالیم مولانا را دریافت میکنه، واضح است که با ذهن نقاد خود، با معلومات وسیعی که داره و با آشنایی که با شرایط زمانی و مکانی اصل خود داره، این تعالیم را تجزیه و تحلیل میکنه و باز با اندیشه های خود تلفیق میکنه و از اینا راهنمودهای مشخص و راهبردهای مشخصی برای جوامع معاصر خود
بیرون میته و در دسترس قرار میته. بنابراین میشه گفت که اقبال و نوع مکمل مولانا هست. اون چرا مولانا در کل بیان میکنه به شکل کلی، اقبال را تفسیر میکنه، تفسیری بروز. مولانا افقها را نشان میده برای ما، دورنماها را نشان میده و اقبال مسیر راه را برای ما مشخص میکنه. و بنابراین خیلی مهم است که ما از این هر دو به قول اقبال مؤذن مدد بگیریم تا به او کلها برسیم. خب درباره کتاب بیشتر صحبت بکنیم. میریم در قسمت ساختار کتاب. ساختار کتاب ساختار آزاد است. بدانید که در محیط‌های دانشگاهی ساختار اکادمیک بیشتر رایج است که در او نویسنده و بعضی قواعدی باید پایبند باشه، از جمله که صورت مسئله پژوهش بنویسه یا در چارچوب سوالات از قبل طرح شده کارهای پژوهشی خود انجام بده. همچنین پیشینه بحث را باید ذکر کنه، ولی شاید نظر به مخاطبین یا نظر به موضوعات این اثر و یا شاید نظر به پیامی که نویسنده میخواسته در این اثر بگنجانه، اما ساختار آزاد انتخاب کرده. در قسمت درونمایه و محتوای کتاب دوستان مقداری صحبت کردن. درونمایه کتاب در حقیقت یک جمع‌آوری و گزینش و همچنین تفسیر اقوال اقبال و اشعار اقبال است که در خصوص مفهوم خودی گفتند. اقبال لاهوری اولین بار نظریه خودی را در سالهای 1911 مطرح کرد با نشر اولین اثر اردوی خود که اشاره شد شکوه، و در اینجا به شکل ضمنی این مفهوم را اقبال مطرح میکنه، چون در این اثر از مقام انسان با خداوند صحبت میشه و عرض حال بشر هست به خداوند. بعداً در سال 1915 علامه اقبال برای اولین بار این نظریه را به عنوان یک جهانبینی فلسفی خود و فلسفه خودی در اولین اثر فارسی خود اسرار خودی نشر میکنه با تفصیل و با جزئیات. و بعد از این 6 اثر یا دیوانی که با فارسی داره اقبال، یعنی از سال 1915 تا 1938 که آخرین 2 سال زندگی اقبال است، این بحث به شکل گفتمان مرکزی خود پیش میبره و کوشش میکنه که بیشتر بپروره جوانب مختلف مقوله خودی را و فلسفه خودی را بیشتر بشکافه و شرح بده. و این در آثار مختلف اقبال انعکاس داره که کاری که جناب مهربان سر کردن این است که این مطالب مختلف در آثار گوناگون اقبال به شکل پراکنده بوده، اینا را جمع‌آوری کردن و بعدا گزینش کردن و نظر به صدقیت هر مطلب با یک موضوع در تا جایی که ندیدم در 40 فصل اینا را تدوین کردن و بعدا اینا را تفسیر کرده و تفسیری که جناب مهربان صاحب انجام داده بیشتر استدلال‌های خودشان است و البته اقوال سایر دانشمندان که در ارتباط سخنی داشتن اونها را هم تا حدی منعکس کردن. خب میرسیم به زبان نگارشی و ویرایش کتاب. زبان کتاب دوستان گفتن که زبان ساده است و خالی از تعقید، جملات پیچیده نیست و برای خواننده عادی که سواد متوسط داشته باشه میتونه از این کتاب به خوبی استفاده بکنه. بنابراین یک مزیت خیلی خوبی کتاب است. در قسمت ویرایش مشکلات کتاب داره
بعضی مشکلات املایی هست و در قسمت نشانه گذاری مشکلاتی هست. بعضی لغات مثلا حروف اضافه وصل شده به کلمه بعدی یا بعضی از این قبیل مشکلات و همچنین در تدوین فهرست منابع که بیشتر باید به شکل معیاری شود. چند پیشنهاد ما یادداشت کرده بودم ولی نمیخوایم که وقت دوستان زیاد بگیرم. این یادداشت‌ها را کتباً به جناب مهربان صاحب بعدا تقدیم میکنم تا در فرصت مطالعه بکنن و صحبت خود دمی نقطه خاتمه میتونم. تشکر از توجه دوستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.